در دوران صاحب استقلالی در مملکت شرایط تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی خیلی خوب براه مانده شده است. لیسه برای خوانندگان بالایاقت در شهر ترسونزاده دارای بینای تعلیمی دو قبطه بوده. در آن 23 عدد صنفخانه، 3 عدد لابراتوری از فن‌های فیزیکا، شیمیا و بیولوژیا، اینچنین کابینت‌های مأموری و یاریرسان، یک بینای دو قبطه خوابگاه، تالار مجلسگاه، تالار ورزشی، آشخانه، میدانچه‌های ورزشی و کتابخانه میباشد. همه صنفخانه‌ها و کابینت‌ها مطابق طلبات برنامه‌های تعلیمی تجهیز شده است. در مؤسسه دو زبان تعلیم موجود است. فن‌های دقیق با زبان انگلیسی تعلیم داده می‌شوند. فن‌های جامعه شناسی با زبان دولتی با زبان تاجیکی تعلیم داده می‌شوند. شرایط تحصیل در مؤسسه خیلی خوب و زمانه موافق است. بازه تعلیمی مؤسسه نیز به طلبات جوابگو است. در مؤسسه تمام تجهیزات لازمه وسایل تکنیکی تعلیم فراهم آورده شده است. کابینت‌های با وسایل تکنیکی معاصر تجهیزانیده شده فنی، خصوصا برای فن‌های دقیق، برای تعلیم فن زبان انگلیسی کابینت مخصوصی مالتی مدیا موجود است که با وسایل تکنیکی تجهیزانیده شده است. برای تطبیق برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان که به ساحه تعلیم و تربیت داخل دارند، از جمله برنامه کامپیوتر کنونی جمهوری تاجیکستان، برنامه اینواسیونی حکومت جمهوری تاجیکستان، برنامه تکمیل و آموزشی زبان‌های انگلیسی و روسی بسیار دقت جدی داده می شود و این برنامه‌ها با معلمان علاهیده وابسته کرده شده‌اند و همیشه تطبیق آنها زیر نظارت مأموریت قرار دارد. جریان تعلیم در لیسه موافق طلبات تشکیل شده است. پیوسته هفته‌های فنی، درس‌های کوشاد و ساعت‌های کوشاد تربیوی برگزار می‌گردند. سطح و صفت دانش خوانندگان به طلبات جوابگو می‌باشد. خوانندگان در المپیادهای جمهوری و بین‌المللی فعالانه اشتراک کرده دستاوردهای نظررس را صاحب می‌شوند. طول 5 سال میباشد که من در این لیسه تحصیل میکنم و تحصیل در لیسه به من خیلی خوش آمد. لیسه با تمام شرایط ها مهیا میباشد. در اینجا استادانی پرتجربه و درس میدهند. در لیسه ما بعد درس ها تیاری درس های ایلاوگی تیاری به مرکز ملی تستی گذرانیده می شود. بعد در این درس ها سوال های تستی تیار نموده موضوع های مشکل را تکرار می نماییم و طول چند درس از ما امتحان گرفته می شود و جواب های امتحان به پدر و مادر ما روان کرده می شود. همین است که مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایاقت در شهر ترسونزاده برای تطبیق سیاست دولت در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس موافق بودند. فعالیت آن به طلبات زمان معاصر جوابگو می باشد.